Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir me'tri dagi joyim. Qatiki. Nega ki assalomu alaykum. Assalomu Qadi bobojon прическа. Qati bobojon me'tri dagi joyim. Ham soati kaluna-ku ba ay barosh khil palatko ro didi. Palatko soat ba poylushina. Didi. Shabi 27-mi moy sharif Ramazon shabi qadray. 100,000 200,000 750 خیلی هزار نه میلیون آدم میلیون ها آدم ها اومده زیارت کردن اومده شب قدر را توبه و ندامت کردن استغفار کردن ای الله مهربان طلب دارن که گناهاشون ببخشه آخه این قدر میلیون ها آدم ها اومده طواف میکنن در خانه الله مهربان. یکی گفتنی هستم که میروان اصلاح میشون یا نمیشون. بابا اول بگو خود اصلاح میشه. الحمدلله شما دیگه مرا فریب کردن نمیتونید. شما مرا دیگه قضیه زنک پنک سرلیک کتفلیک نیم برهنه دیگه ویدیو کردن نمیتونید. دور بگردن ما. حاضر ما شیخ. حاضر ما یکی از شیخ چاکوی تاجیکستان. غمم نتین دیگه قد شما ویدیو نمیکنم. خای پای پام نمیکنم دیگه. فهمیدی؟ باید ایجا بریم و اصلاح شویم. کینه و کدورت ایدیل دور کنیم. گناههای برای گناههای گذشته گریه و ناله کنیم. فهمیدین؟ باید دلمان ملایم شود، دلمان رحمخوار شود، دلمان برای این مردم سربلندی تاجیکستانی عزیز بسوزه. فقط ما پیرانی کار، پیرانی روزگار دیده، پیرانی پستی و بلندی های زندگی را دیدگی. اونا پستی ها بود مرا دیده پستی ها با این بلندی ها اونا پلاتکا های کو در همونجا خطی باباجان 88 اومدیم. البته آوردم برام بسن که یکم چی آقای هم تشکیلی ها که با چیه دیگه. الان برادرها توبه که کردین توبه نصوح کنین دیگه با این گناه ها باز نگردین. الله مهربان غفور و رحیم و بخشنده مهربان است. شاید که ما رو ببخشه. چند کی گناه کرده باشیم. گناه های من و شما اگر زمین و آسمان را پر کردگی باشه، زمین و آسمان گناه های ما و شما اگر پر کردگی باشه، رو به جانب الله مهربان میبیاریم، توبه میکنیم، توبه نصوح میکنیم. الله مهربان انشاءالله میبخشه ما را. شیطان امید بنده به امید. برای همین چی گفتن هستم؟ من تاجیک هستم، از تاجیکستان هستم، تاجیکی سربلند هستم، در خانه خدا هستم، در پیش ساعت هستم، در پلکه بلندترین ساعت نوار که هستم. من افتخار از این تاجیکستانی میکنم، من افتخار از این ملت سربلند میکنم. در تمام دنیا میرم خیلی گم میزنم. شلگه در دوشنبه، در وحدت، در خوجند، در دیگه جا گم میزنم، در کلاب، در دنگره. دیدی در جا گم زدم. در همونجا در افریقا، در موزامبیک میرم من که تاجیکستان عزیز من معرفی میکنم. برای که حاجی شدم پس اصلاح بشویم. گناههای گذشته را یاد بیارین و گریه کنین. فهمیدی؟ شیمانی کنین. زنده و سربلند و خانه آباد باشین. تاجیکای آبرومند